بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درس امروزه استعاذه و بسمله. معنای استعاذه دوستان این گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و معنای بسمله این گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. ما این را در درس پیشی گذاشته بودیم. خواندن استعاذه و بسمله در اول سوره ها 4 حالت دارد که این 4 حالت همه اش جایز می باشند. یکم، جدا خواندن استعاذه از بسمله و جدا خواندن بسمله از اول سوره. مثال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می ایستیم، نفس می گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. می ایستیم، نفس می گیریم. قل هو الله احد. چنین جدا خواندن جایز می باشد. دویم، جدا خواندن استعاذه از بسمله و پیوست خواندن بسمله با اول سوره. مثال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می ایستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. در اینجا پیوست کردیم. چنین خواندن جایز می باشد. سیوم، پیوست خواندن استعاذه و بسمله و جدا خواندن بسمله از اول سوره. مثال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می ایستیم. قل هو الله احد. چنین خواندن دوستان جایز است. و چهارم حالت، پیوست خواندن استعاذه و بسمله و اول سوره. مثال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. چنین خواندن نیز دوستان جایز است. یعنی خواندن استعاذه و بسمله در اول سوره ها 4 حالت دارد و همه حالت ها جایز می باشند. می گذاریم به موضوع دیگر، بسمله بین دو سوره. خواندن بسمله بین دو سوره 4 حالت دارد که 3 تای آن جایز می باشند و 1 تای آن جایز نمی باشد. یکم، جدا خواندن آخر سوره از بسمله و جدا خواندن بسمله از اول سوره. مثال: ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ببینید دوستان جدا جدا خواندیم. چنین خواندن جایز است. دوم، جدا خواندن آخر سوره از بسمله و پیوست خواندن بسمله به اول سوره. مثال: ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. چنین خواندن دوستان جایز می باشد. سیوم حالت، پیوست خواندن آخر سوره و بسمله و پیوست خواندن بسمله و اول سوره. یعنی هر سهش رو پیوست خواندن جایز می باشد. و فراموش نکنیم که در وقت پیوست خواندن احدون و بسم الله که در اینجا تنوین با حرف ب روپرو می شود، در اینجا قاعده اقلاب می شود که ما باید آن را عملی کنیم. مثال: ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. و چهارم حالت، پیوست خواندن آخر سوره و بسمله و جدا خواندن بسمله از اول سوره. چنین حالت جایز نمی باشد. اهمیت دوستان،
وقتی که آخر سوره رو به بسمله پیوست میکنیم و بسمله رو از اول سوره جدا میخونیم، چنین خواندن جایز نیست. مثال: ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. چنین خواندن دوستان جایز نمی باشد. سببش در چیست؟ بعضی علما می گویند که اگر آخر سوره را به بسمله پیوست کرده و بعد از بسمله ایستیم، ممکن است که بعضی ها گمان کنند که بسمله آخر آیت سوره پیشی بود و الله داناتر است در این مسئله. می گذاریم به سوالها برای سنجش. یکم، خواندن استعاذه و بسمله در آغاز سوره ها چند حالت دارد؟ دوم، خواندن بسمله در بین دو سوره چند حالت دارد؟ سیوم، آیا آخر سوره را با بسمله و بسمله را با اول سوره بعدی پیوست کرده خواندن جایز هست؟ چهارم، آیا آخر سوره را با بسمله پیوست کرده و بسمله را از اول سوره بعدی جدا کرده خواندن جایز هست؟ وظیفه خانگی: موضوعهای در بالا گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.